الله رحم بکنه. این مردم های نبی طور تکبر داره. این اوصاف ببین، اوصاف کدام صفاتایی که برای یهود بیان شده کلش چی بیان میکنه؟ مردم پاک دامن تهمت زدن. مریم پاک دامن بود. عیسی علیه السلام الله به معجزه پیدا کرده بود بدون پدر، لیکن این مردم امورم نگذاشتن تهمت کردن. امروز چقدر تهمت میکنه؟ برو در سر منبر قرآن دا دست بگی، به توحید الله دعوت بده، امینجا مردم تو را چی میگه؟ بگو تا پس وقت میزنه وهابیست. باز چی میگه؟ یا از انگلیس میگیره. این قدر پیسه را از کجا میکنه؟ سعی که توی این پشترها را خو کاش که پدر نالت انگلیسی قدر پیسه را برای ما بده که ما ترجمه قرآن پیش ببریم. و بدبخت که برای ما نمیده، یا پیسه از انگلیس میخوره. کاش که برای ما بده انگلیس خبیث. اگر بده که ما مردم روشن بسازیم با قرآن و حدیث، پس در ضد خودشان چی کنیم؟ بگه تربیت کنیم، چقدر خوب میشه. نمیده. عجیب است، مردم امام هوش نداره، بس چیزی گفت. خب دیگه ظلمایشان چی ظلم میکنه؟ سودخوری عالی در کدام سرحد رسیده؟ بانک‌ها جور شده یا نه؟ کسی قرضه میگیره، کسی پولی خود او جمانده از ترس دزد در اون جمانده و سود در سرش خورده رویست. در بخاری سود شریک هستن یا نه؟ حتی معلمای ما هم نمان. تنخواه خود از کجا میگیره؟ از بانک سودی. تنخواهش 15 روز پیش آمده، 15 روز بانک سرش کار کرده، بعد از او استازی معلم داده. 15 روز سری پولی تو سود کار شده. بخاریش رسید برد یا نرسید؟ رسید. خب اکل مال مردم به طریق باطل. طریق باطل خبرتان پیش کردم. یاجی صاحب و ملک صاحب و ملا صاحب که رفت در خانه یتیم بیچاره خواب لنگر زدن، پکرم در خود چی کردن؟ روبرو کردن. اینی قدر کلی پیشک میزنید، این باطل است یا حق است؟ بگوی لیستی سرسایه را جور بکنه، باطل است یا حق است؟ الله رحم بکنه. کدام گپ است که نیست. لکن الراسخون فی العلم، لیکن کسایی که محکم در علم هستن، معلومات کافی دارن از جمعی اهل کتاب، منهم از جمعی اهل کتاب، والمؤمنون و کسایی که مؤمن هستن، عام مؤمنا، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان داره به او کتابی که نازل کرده شده به سوی تو ای پیغمبر علیه السلام، و ما انزل من قبل که ایمان به کتابی دارن که پیش از تو نازل شده، والمقیمین الصلاة و مدح میکنیم، ستایش میکنیم قایم کننده نماز، والموتون الزکات کسانی که دهنده زکات هستند، والمؤمنون بالله کسی که ایمان به الله داره، والیوم الاخر به روز آخرت داره، اولئک این هر دو طایفه که مؤمنای واقعی است و او کسایی که راسخ در علم از اهل کتاب هستند که وام امی ایمان امی شیوه ها را تطبیق کرده. این مردم ها سنؤتیهم، الله میگه زود است که برش بدیم اجر عظیما، اجر بزرگه. دین اسلام کتاب الله با انصاف است. یک نفر از اهل کتاب که در راه حق آمده بیان کرده شد، راسخ در علم. رسوخ در علم ایره میگه که انسان سری علم عمل بکنه، او حقیقت برش واضح شود. در بین اهل کتاب عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راسخ در علم بود، حقیقت بر ملاکت گفت بالکل. عمر رضی الله عنه وقتی برش گفت که عبدالله ابن سلام در قرآن کریم خو میفرما که شما نبوت پیامبر علیه السلام طور میشناسی مستکی از بچای خدا میشناسی. گفت ای عمر به الله قسم بچه را خود چی میکنی معلوم نیست که مادرش چی کرده، لیکن در مورد پیغمبر علیه السلام اینمی قدر شک و شبه نداره، اما ضد و عناد باعث شده بالای ازی که نمیپذیره. صفات پیغمبر را چی کرد؟ پنهان کرد. چرا که حقیقت واضح میشد، مردم ایمان می آورد. در اینجا الله مدح مؤمنان هم کرد ضمن ازوا که یا ایمان به قرآن هم داره، به کتاب سابق هم داره. ایمان به کتاب الله آدم دعوت میده به ایمان به کتاب سابقه، تبعیض قائل نیست. کل انبیاء علیهم السلام معلمین یک صنف میدانه، خلاص کلشان مربیان یک مکتب است، مکتب توحید، دعوت به سوی توحید کلگی یکی است. کتابای الله با هم تضاد نداره، در اصل مسئله اصولی کلگی دعوت به سوی توحید الله داده. از او خاطر مؤمنان در برابر اینمی ایمان صحیحشان عمل میکنه، رابطهش با الله توسط نماز قایم همیشه، و رابطه خود با مخلوق که شفقت با مخلوق میکنه، زکات هم میده. یعنی یا در عمل هم واقعا ثابت کرده که برنامه الهی را مکمل تسلیم است، عملی میکنه و این کارا را خالص به خاطر رضا الله و ترس از آخرت. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، چرا یا از وحی تو انکار داره؟
آیا وحی تو مغایر از وحی انبیای سابق است؟ ها؟ چه چیز باعث است که وحی که بالای تو آمده ایران نمیپذیره؟ ما تنها تو را و پیغمبر نفرستادیم که این قسم فرمایشات بی مطلوب و بی معنا را از تو کرده رایسته و وحی تو را ناشنا میدانه. این وحینا ما وحی کرده بودیم الیک بسوی تو، وحی کردیم بسوی تو کما وحینا مثل که وحی کرده بودیم الی نوح به نوح علیه السلام و النبیین پیغمبران دیگه من بعدی پس از نوح علیه السلام. در این وحی ها هیچ تفاوتی نداره. امی بدبختا وحی نوح علیه السلام قبول داره از تو را نداره، هیچ نوع تمیز و تفاوتی هم وجود نداره. خیر چرا؟ از تو مطالبات جدید میکنه، سند امضا شده نبوت تو را از آسمان میخواه. چرا؟ وحی خو فرق نمیکنه. و وحینا الی ابراهیم ما وحی کرده بودیم به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام و عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام، سلیمان علیه السلام و آتینا داوود زبورا، داوود علیه السلام کتاب زبور داده بودم و رسولا روان کرده بودم پیغمبرا را وحی کرده بودم برای پیغمبرا قد قصصناهم که ما بیانش کردیم علیک بالای تو من قبل پیش ازی و رسولا تر پیغمبرا لم نقصصهم که ما بیان نکردیم علیک بالای تو. زیاد است پیغمبرا، لیکن این پیغمبرا که اینجا ذکر شده بنابر شهرت در پیش از یا ما او را ذکر کردم. 25 پیغمبر در قرآن کریم ذکر شده نامایش. و کلم الله گفتار کرد الله موسی امرای موسی علیه السلام تکلیما با کلام کردن. یک خصوصیت موسی علیه السلام است که الله امرایش کلام کرده. رسولا مبشرین روان کردم. هدف پیغمبرها چی بوده؟ روان کردم پیغمبرها را مبشرین که مژده دهنده است، خوشخبری دهنده است برای کسایی که دعوت انبیا را میپذیره و منذرین بیم دهنده است به کمال شفقت مردمایی که راه مخالفت اختیار میکنه. چرا روان کرد پیغمبرها را؟ هدف یا حکمتش لئلا یکون للناس که بخاطری که باقی نمانه برای مردم علی الله بالای الله حجتون عذر و دلیل، عذر و دلیل برشان باقی نمانه که یا الله ما آگاه نبودیم. نه، الله پیغمبر روان کرد رای حق براتان گفت، عذاب آخرت تو کلی گپا براتان نمایان ساخت. بعد الرسول که نباشه لئلا یکونه که باقی نمانه للناس برای مردم علی الله بالای الله حجتون عذر دلیل بعد الرسول پس از روان کردن پیغمبرها. و کان الله هست الله متعال عزیزا زبردست. اگر عذاب بده بدون روان کردن پیغمبرام کسی انتقاد کرده نمیتونه. حکیما حکمت والا سزم خاطر الله متعال پیغمبران را روان میکنه که کسی باز عذر نکنه که من خبر نبودم. لکن الله یشهد پیغمبر خفه نشد. اگر این بدبختا نبوتی تو را تصدیق نمیکنه شاهدی نمیده چی شد؟ ها؟ چیزی تو کم میشه؟ هیچ دقیقش نشد. الله متعال دعوتگر تسلی میده، پیغمبر تسلی میده، دعوتگر هم تسلی میده. زمانی که تو دعوت حق شروع میکنی هزاران مردم گپی تو را نمیپذیره بلکه تهمت میلگانه از منطقه میکشته. اینطور کس معرفی میکنه تا که مردم در گاڑی هم تو را سوار نمیکنه، این دو را بالا میکنه تو را نه. اینطور حالتا سرت میایه. خب فکری تا بگیری وقتی که به رای حقانیت الله شاهدی میده پروای دیگه کس نداشته باش. لکن الله یشهد بما انزل، لیکن الله شاهدی میده به آن چیزی که نازل کرده الیک بسوی تو. اینطور کتابی برات داده که پرسان نکو. انزله بعلمه، فرو فرستاده این کتاب بعلمه، بعلمه به علم خود. کتاب مشتمل به اینطور علوم اولین و آخرین است که پرسان نکو. جامع تمام نیکبختی هاست در این کتاب. به کمال علمی خود الله روان کرده. کسی که به قرآن چنگ بزنه بس دیگه. والملائکه و ملائکه هم یشهدون شاهدی میدن بالای نبوت و رسالتی تو. چی دیگه پروا داری؟ این مردمی کورمغز، این مردمی که همیشه ضدی و عنادی است شاهدی نده. و کفا بالله شهیدا، اگرچه ملائکه هم شاهدی میده وگرنه اصل شاهدی الله برای انسان چی میکنه؟ بگه کافی است. تصدیق دیگرها هیچ ضرورت برش نیست زمانی که الله تو را تایید بکنه. قرآن کریم دعوتگرا را تسلی میده. مردم سری تو تاپه میزنه رقم نسبت ها میکنه، اما در دستی تو کتاب الله متعال است، در یک دستی، در دستی دیگه سنت کی؟ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس همین دو چیز داشته باش، پروایی کسی را نکن. غم نکن که مردم مرا تایید میکنه یا رد میکنه، در قصهش نباش، الله تو را تایید میکنه. روزی فرا میرسه که امی مردم دعاهای نیک برات بکنه در حقت.
تو وفات کرده باشی مردم برات دعا کرده بره که الله خیر بده، ما را در راه دین دعوت داد، حقیقت توحیدش شناسایی کردیم، وگرنه اگر کوشش و محنت از این نمی بود ما به قرآن رجوع نمی کردیم. دما که کدام طلب قرآن پیدا شده کوشش و محنت های مردکه بود، الله غریق جنت کنیشه. و هر کسی که همینطور دعوت ها را میکنه واقعا الله غریق جنت کنشه، چرا که واقعا سبب روشنی مردم میشه. و وقتی که انسان کتاب الله را داشته باشه دیگه غم داره. کتاب الله دعوتت به سوی کتاب الله است. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یقینا کسانی که انکار میکنه بعد از دلایل مستحکم توحید نمیپذیره، راه حق نمیپذیره، و صدوا بلکه خود منع میکنه عن سبیل الله، از راه الله. یک معنا و صدوا منع میکنه دیگه مردم عن سبیل الله، راه الله، خود کو هم در آن نمیآید بلکه دیگران را مانع میشه. الله چی میگه؟ قد ضلوا، یقینا که گمراه شدن ضلالا بعیدا، به گمراهی خیلی دور از حق. نتیجه دنیوی این مردم ها این همیسته که به گمراهی خیلی دور است گمراه شدن. گمراهی دو قسم است، یکی بعید است یکی قریب. خطا شدن در عقاید گمراهی دور است، خیلی انسان تباه و برباد میشه. خطا شدن در عمل این گمراهی هست اما نزدیک است، شده میتونه نظر به عقیده که داری سبا روز در عمل خودم یک چیزی ترمیم بیاری جور کنی. این قدر گمراهی دور نیست، قریب است، میشه که تو اصلاح شوی. اما در عقیده که خطا شدی و نعوذ بالله ضد تو را فرا گرفت و در ضد بودی، بعد از شنیدن دلایل مستحکم بازم مردم از این راه منع میکنی، خود خو هیچ جور نشدی دیگه مردم منع میکنی، خطا شدی دیگه، خلاص شدی. این گمراهی خیلی دور از حق است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار میکنند از دعوت حق، و ظلموا، ظلم کردن، ستم کردن به نفس خود یا به حق دیگران، لم یکن الله، نیست که الله لیغفر لهم، بخشش کنه برایشان. در آخرت الله برایشان بخشش نمیکنه، چرا که بخشش الله بالای کسی میشه که عقیده حق داشته باشه، توحید الله. ولا لیهدیهم، نیست الله که هدایت کنه یاره طریقا در دنیا راه هدایت، چرا که خود امیرا را خطا کرده، اسبابی که الله برش داده بود را استفاده نکرده، نفس خود ستم کرده، ظلم کرده، از سعادت و نیکبختی خود محروم کرده، کدام چیزی که شایسته نفسش بود انجام نداد. تا انسان اول تلاش برای خود بکنه به خاطر که راه درست پیدا بکنه که نفسش مورد تعرض جهنم واقع نشود. پس کسی که راه حق نمیپیماید در حقیقت اول دشمن نفس خود است. از دیگران هم ظلم میکنه به خاطر که دیگران هم منع کرده که راه حق بپیماید. اینی مردم ها دیگه دو ستم کرده. بعضی علما موجود است که حال خود هم نعوذ بالله در راه گمراهی روان است، مردم هم منع میکنه از راه حق، یا واقعا که در گمراهی خیلی دور هستند. ولا لیهدیهم، نیست که الله راهنمایی کنه برای از یا طریقا راه ثواب و درسته، الا طریق جهنم، مگر راهنمایی میکنه راه جهنم، خالدین فیها، که همیشه میباشن ابدا به طریق دوام. و کان ذالک، هست اینمی داخل کردن به طرف جهنم، علی الله، بالای الله، یسیرا، بالکل آسان است. کس نگه که چطور این داخل جهنم میکنه. یا ایها الناس، بعد از ذکری گپا باز دعوت عمومی است. او مردم هوشیار شوی، راه گمراهی فعلا وجود نداره، جبیرش میشه، علاجش میشه. چرا علاج میشه؟ یقینا کسی را روان کردیم که پرسان نکو دیگه. یا ایها الناس، تمام بشریت، مردم کل جهان الله خطاب میکنه، دعوت به سوی ایمان آمیخته با نتیجه خوب، نیکبختی. این را میگه تعبیر تشویقی. یا ایها الناس، تمام بشریت، قد جاءکم الرسول، یقینا آمده براتان پیغمبر، رسول آمده، فرستاده شده است، از جان خود نیست. رسول آمده من حیث ازی که الله روان کرده، امی کفایت میکنه که الله روان کرده، بعد بپذیره. خو لیکن دیگه چیزام قطعش است. بالحق، پیغمبر آمده با امرای دین، نظامی که بالکل ثابت و راست است، واقعیت داره. یک معنا. دو معنا، قد جاءکم، یقینا آمده براتان، الرسول، پیغمبر، بالحق، با اینی که نظامی که بالکل حق است، ثابت به دلیل است، سند داره. پیغمبر ما هیچ چیزی را خیالی بیان نمیکنه، دلیل و سند ارائه میکنه.
از کجا آمده؟ من ربکم، از پروردگارتان، ذاتی که تربیت شما را کرده. روان کردن پیغمبرم از اجزای تربیت است، تا که پیغمبر نبیاد تربیت شما کامل نمیشه. چرا؟ تربیت انسان پیغمبران میکنه، انسان تزکیه میکنه توسط تعلیم کتاب، تلاوت کتاب و تعلیم حکمت. سه برنامه پیغمبر داره. تلاوت کتاب میکنه که انگیزه شوه، ذریعه شوه برای فهم کتاب. فهم کتاب براتون تعلیم میده که انگیزه برای عملی کتاب شوه، که او را حکمت میگیم. حدیث چی است؟ برنامه تطبیقی عملی قرآن کریم است. کل زندگی پیغمبر تطبیق قرآن است و از او تعبیر به حدیث میشه. پیغمبر سه نکته برنامه داره. چی هدف است؟ و یزکیکم، تزکیه کنه شما را. اینه روان کردن پیغمبرها اجزای تربیت است. تربیت شما کامل نمیشه تا که پیغمبر نبیاد. آمده براتون، آمده بیدار شوی، هوشیار شوی، الا پیدا کنی پیغمبره، الا در برنامهش خود شامل بکنی که واقعیت انسانیت شما درک بکنی که انسان کی است. بعد از چی میگه؟ فآمنو، پس تقاضای آمدن پیغمبر چیست؟ فآمنو، ایمان بیاری، خیر لکم، این بهتر برای شما بپذیری. پیغمبر آمده برنامه را برات پیش کرده، ایمان بیاری، این بهتر است برای شما از اینکه عزت و عنان را در پیش گرفته باشی. نعوذ بالله نکته چینی بکنه، مشکل تراشی بکنه، خدا کلان بتراشی، قلبایتان ظرفای علم جور کنه. ما رای باباها و اجدادا نمیمانیم، تقلید کرکرانه کرده باشه. نه، بیایی به طرفی دلیلی که بالکل روشن است. خیر لکم، بهتر برای خودتان است، فایدهش برای خودتان است. خدمت دیگران را نمیکنی. در دین اسلام خدمت خدا میکنی، از جان خدا، نفس خدا میکنی. در دایره اسلام داخل میشی، واقعا انسان برجسته جور میشی، انسانی که الله خواسته و یزکیکم میشی. در این برنامه خدا شامل بکنی. قرآن برای ما یاد میده که دین اسلام دین برحق است، دین واقعی است، خیالی نیست. در بیرون چیست؟ ثابت است، پایدار است، سند و دلیل داره. دین خیالی نیست. و این تکفر، اگر انکار میکنه، فإن لله، پس اجنوا، یک کدام زیان یا ضرر به الله رساندن نمیتونه. چرا؟ به خاطری که فإن لله ما فی السماوات والارض، یقینا در اختیار الله است، در ملکیت الله است. کلگی مملوک الله، کلگی مخلوق الله، کلگی بندگان الله است. ما فی السماوات، آن چیزی که در آسمان است، والارض، در زمین است. و کان الله علیما، هست الله علیم، میداند که بندگی الله را میکنه، میپذیره نظام الله را. حکیم و حکمت والا است. کسی که نمیپذیره اینجا در دنیا عذاب نمیده بنابر حکمت. بنابر حکمت اول ایمان بیاری. یهود واره نشوی ای مردم، عناد و زده به خود پیدا نکنه، قلبایتان ظرفای علوم از دروغ جور نکنه، تکبر در خود را نده، راههای باطل از راه باطل مال مردم نخوره، سود نخوره، یهود خود جور نکنه. ایمان بیاری به او پیغمبری که کتابی را آورده که مشتمل به حق است. پیروی از این کتاب شما را در نیک بختیتان میرسانه. خلاص. لیکن اون طرف نصارا را میگه مثل نصارا نباشه. چی میگه؟ یا اهل الکتاب، یا اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم، غلو زیاده روی نکنید در دینتان. ولا تقولوا، نگوی علی الله، بالای الله، الا الحق، بجز سخن درست ثابت و راست. انما المسیح، یقینا مسیح عیسی علیه السلام ابن مریم، بچه مریم است. رسول الله، رسول الله، و کلمته، به وجود آمده توسط کلمه الله که کن القاها، انداخته پیش کرد الله امی کلمه را به سوی مریم. و روح منه، صاحب روح است جانب الله. فآمنوا بالله، ایمان به الله بیاره، و رسولی، به پیغمبران الله، امو رقم که الله فرمان داده. ولا تقولوا، نگه ثلاثه، نعوذ بالله که الله سه است. انتهوا، قرار شوی از سه گفتن، خیر لکم، فایده برای خودتان است. انما الله، یقینا الله، کسی ذاتی که لایق پرستش بندگی است. اله واحد، یک الله است. سبحانه، اجنا شریک نداره. سبحانه، پاکیست برای او از هر نوع عیب و نقصان و شرک. سبحانه، پاکیست برایش یکونه که باشه له، برای از او ولد و اولاد. له ما فی السماوات، در اختیار الله است آن چیزی که در آسمان است، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است. و کفا بالله وکیلا، کافیست الله از روی کارسازی. الله کارسازی میکنه. قرآن کریم مشخص میکنه که انحراف یهود و نصارا از کجا شروع شده. در جمله خیلی کوتاه، هر جامعه که تباه و برباد میشه، راه مستقیم ترک میکنه
مبتلا به افراط و تفرید میشه. یکیش تفرید میکنه دیگه افراط میکنه. از همون خاطر دین اسلام رای چیست؟ مستقیم. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. معلمین مردم به این خاطر شده که شما رای در میانه را در پیش گرفت، نه افراط میکنی نه تفرید. در هر رکعت نماز ما امیر میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. منعم علیهم کدام مردم است؟ غیر المغضوب علیهم که تفرید نمیکنه، ولا الضالین که افراط نمیکنه. خلاص وصف مشهور مغضوب علیهم الضالین افراط و تفرید است. خلاص این طایفه که انعام سرشان شده رای در میانه را در پیش گرفت. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت شماستی، وسط، رای وسط. معلوم شد الله متعال انگشت نما میکنه سبب انحراف جامعه ها و طایفه ها افراط و تفرید است. تفرید اشاره به سوی غلو میکنه، غلو. همچنان امی غلو را گاهی تعبیر به تفرید ها میکنه که نقصان پیدا میکنه. یهود و نصارا تفرید افراد کرد. در شان مریم و در شان عیسی علیه السلام یهود تفرید کردند. کدام مرتبه و مقامی که به عیسی علیه السلام بود از نبوت و از معصومیتش یا مردم خدشه‌دار کردن یهود، گفتن زنا ولد الزناست نعوذ بالله. مریم بیبی را گفت زانی است. اما در مقابل عزیر علیه السلام او را ابن الله معرفی کردن. نصارا در مقابل عیسی علیه السلام افراط کردن، زیاده روی. سه طایفه شدن. یک طایفه گفت ای عین الله است، دیگهش گفت ابن الله است، دیگهش گفت سوم از سه الله است. عنصرای ثلاثه سقنون برش میگه، یکیش عیسی علیه السلام است. انحراف یا کجروی که در یهودیت و نصرانیت پیدا شد از زمین ناحیه پیدا شد. در حق اشخاص جاده مستقیم مراعات نکرد، زیاده روی کردن، غلو کردن. ای غلو سبب انحرافشان شد، بدبخت و تباه شدن. از او خاطر اینجا لا تغلو فی دینکم، در دینتان. یکی غلو در دین است، یکی غلو برای دین است. بدعت در دین و بدعت للدین است. غلو در دین نادرست است، زیاده روی در خود دین. دین محدود است، معین است، مشخص است، اندازه شده است. این اندازش اضافه نکن. چرا؟ به خاطری که دین از بین میره. قرآن کریم بیان میکنه که دین محدود است به حدود سنت. حدود سنت اخو میفهمید. پیغمبر علیه السلام برای دین پلوانا را گذاشته. نماز از اینی وقت شروع میشه تا اینی وقت. اینی قدر رکعات است، به اینی کیفیت خوانده میشه، به اینی وضعیت، به اینی زمان، به اینی مکان، کلش تقسیم کرده، نقشه داده. از این طرف و طرف کسی کرده نمیتونه. دین نمیره میگه زمانی که این طرف و طرف شد بدعت است، فسق است، فجور است، قطعا قابل قبول نیست. امتای سابقه که تو برباد شد رعایت نکردن. در زمان نوح علیه السلام که شرک پیدا شد، از کجا پیدا شد؟ از اولیاء. 5 تن اولیاء را امی یغوث و یعوق و نصر و چی هسته؟ ود و سواع، کلشان اولیاء بودن. شکلایشان جور کردن به خاطر ازی که ما این را ببینیم خوب عبادت کنیم. دیگه وقتا چی شدن؟ ابلیس لعین برش آمد که نه، پدرای شما خویی را تعظیم میکردن، شما هم تعظیم کنید. بعد از عبادت چه نمیکرد لیکن تعظیم میکرد. پس آنا ابلیس لعین آمد گفت پدرایتان امیر پرستش میکرد، از این مشکلات طلب میکرد. امروز هم که در جامعه خود هر قدر انحراف میبینی از این نقطه است، یا افراط است یا تفرید است. در حق اشخاص افراط، در حق اشخاص، در حق اولیاء آنقدر افراط میشه صفات الله برش ثابت میشه. در وقت مشکل بجای از اینکه الله را صدا بکنه یا سخی صاحب میگه. پیش براتان گفته بودم بلا اسباب شنیدن آواز صفت کیست؟ او تو برای مخلوق ثابت کردی. یک عقیده ایست که آواز میدی، دوم عقیده ایره داری که سخی صاحب از همین حالت فعلی ما که در مشکل گیر استم علم داره. بلا اسباب علم سری حالت کسی داشتن صفت کیست؟ تو برای سخی صاحب ثابت کردی. سوم عقیده داری که سخی صاحب دمی آنی واحد بلا اسباب زودی که آمده میتونه مر از مشکل چی میتونه؟ نجات داده میتونه. این صفت کیست؟ او تو به سخی صاحب ثابت کردی. ایره غلو در دین میگه، زیادت در دین، آلی زیادت در تعظیم اشخاص میشه. اشخاص در سرحد میرسی که بالکل از پیغمبر کدام بالا میکنی. امروز در شخصیت ها
پیروان مذاهب ائمه مجتهدین شخصیتایش از پیغمبر که بالا میبره یا نمیبره؟ بگوی ها میبره. میگه خودی مولا میگه که در حدیث هست خو امام ابو حنیفه رحمه الله نگفت از خاطر عمل نکنه. مرتبه امام ابو حنیفه رحمه الله بالا کرد از پیغمبر. در یک حدیث پیغمبر امام مالکی مذهب ثابت نمیتونه که پیغمبر استیلا نماز خوانده، لیکن وا چی میکنه؟